سلام اشکای داداش بیت فورتن هستم و چنل خودتون خوش اومدید. بچه امروز اومدیم درباره اینکه چجوری میشه دیوایس لگ میشه و چجوری رفعش کنیم. بچه ببین تقریبا 80% یا بیشتر دیوایس مردم ایران ضعیفه. این ضعیف بودن باعث میشه بازی رو نکشه و لگ بشیم. چطوری حالا اینو رفعش کنیم؟ اگه میخوای هزینه کنیم مورد اول اینه که دیوایس تو عوض کن. خب اوکی دیوایس تو عوض کن. مورد دوم فن خنک کننده بگیر و اینکه دیوایس هم عوض کردی فن خنک کننده بگیر چون گوشت خراب میشه. سومین روش یا چهارم روش روی کنه. چجوری؟ یا بطری نوشابه از این کوچیکا پیدا کن، پر آب کن، بذار فریزر یخ بزنی. بعد از اینکه یخ زد وقتی میخوای پلی بدی بذار زیر گوشیت و تمام. مورد آخر چهارمی اینه که الان تابستونه که همه ما از کولر استفاده میکنیم. بشین جلوی کولر رو مثل آب خوردن پلی بدی. و اگه از این ویدیو خوشت اومد و کاربردی بود یه صبح میمونم کن و یه لایک و کامنت هم بذار. دمت گرم. چنل رو حتما ساب داشته باش و اون زنگوله کنارش هم بزن چون تو پست بعدیمون هم میگم چی میشه بازی آدم بهتر میشه. دمتون گرم. خدا نگهدار.